قانون اساسی برای تمام اتباع جمهوری اسلامی افغانستان 17 حق را تضمین نموده است. حق حیات، حق کرامت انسانی، حق تعلیم و تربیه، حق طی مراحل قانونی، حق مسکن مناسب، حق مالکیت، حق صحت، حق ازدواج، حق کار، حق آزادی گشت و گذار، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات و تظاهرات، حق تشکیل و عضویت در احزاب سیاسی و اتحادیه ها، حق امنیت، حق زندگی مناسب، حق تابعیت. در قانون اساسی افغانستان زن و مرد هر دو دارای حقوق مساوی می باشند.